خب تو ولاگ قبل اینجا رو بهتون نشون دادم و با آهنگ گفتم که حدس بزنین چی شده. حالا اینجا دارم براتون توضیح میدم که دقیقا چه اتفاقی افتاده و خب نشد که ویدیوشو براتون بگیرم. ما رفتیم پایین لباس عوض کنیم، دیدیم صدای در میاد، بعد زنگ زدم فهمیدیم پلیس بوده، کناری ظاهرا زنگ زده بود و گفتن که صدای آهنگتون خیلی بلنده، ولی خب چون که اومدیم مصاحبه لذت ببرین و از این حرفا دیگه. بعدش هم رفتیم موتل، رسیدیم موتل قو، اومدیم یه سر اینجا همونقدر 112 شب حضورن، این همه آدم بیرونن، عجیبه از شما. داریم بریم یکم ساحل بگردیم، بشینیم اونجا. یکم تو خونه بودیم، بعد اومدیم اینجا همینقدر ترافیکه، مردم تو ترافیک گیر کردن، ما ماشین رو یکم عقب‌تر زدیم که راحت پیاده برسیم، نخواهیم تو ترافیک باشیم. ساعت 12:30 همینقدر اینجا شلوغه، خیلی جذابه. متشکرم. وای نمیشه گرفت. امروز روز سوم حالا یا چهارم دیگه، ما آماده شدیم حدودا ساعت 1:30 دیگه بریم جنگل یه غذایی بخوریم، یه کمپی کنیم. اگه یه روز بری سفر بریز پیشم بی خبر، اسیر رویاها میشم دوباره باز تنها میشم. به شب میگم پیشم بمونه، به باد میگم تا صبح بخونه از دیار یاری، چرا میری تنها میذاری. اگه فراموشم کنی ترک آغوشم کنی، پرنده ی دریا میشم. خب ما رسیدیم جنگل، چقدر اینجا خوشگل و بکره، فقط نگاه کنیم. آدم لذت میبره. داره میشه هوا سرد و برگا زرد، داره میشه فریادم یکم بلند، داره میشیم خسته ترم گلم، ولی نگو میری هرچه بعد من تو نه. اگه بری نداری بی تو چه کنم، پیشش خیلی زیبا خیلی کوچیکه دنیا باید تو هم هر جا درکت نکنم. چی که جادست رو زمین به سینه من میرسه، ای که توی همه کسم بی تو میگیره نفسم. اگه تو رو هوا خیلی خوبه، قشنگ بارون اومده. خب همچنان روز همون سوم یا چهارمه دیگه، بعد از جنگل و نهار و این چیزا پاشد اومدیم یه سر استخر ویلا. خب امروز شنبه است، تازه صبحونه خوردیم که بریم نمک آبرود یکم وسایل سوار شیم و اینا دیگه، نهارم بیرون باشیم. خب ما یکم اینجا وایسادیم که یه قهوه یه چیزی بخوریم دیگه، تو راه که میخوایم بریم. خب ما قهوه رو دیگه گرفتیم و بریم سمت نمک آبرود.
آقا کارتینگ نمک ها بود، وحشتناک بود، خیلی بد بود. من دیگه نمیام تجربه کنم. در کل سردردم گرفتم، کلاه هی میخورد توی این پشت ماشینه و خیلی تجربه بدی بود. حالا ما بعد از کارتینگ پاشدیم اومدیم یه سر کافه، خیلی هم توی ترافیک موندیم تا برسیم اینجا، ولی خیلی جای خوشگلیه. داره بارون شدید میاد، میخوایم بریم. پاچا حاجی چه بارونیه. ساعت 4 صبح اگر اشتباه نکنم هست دیگه. ما صورتمون شستیم، چسب بینیم هم خیلی کج زدم که دیگه بخوابیم. فردا مثلا یه خرید بریم، یه خاله خواهر بریم، یه غذا بخوریم که خیلی غذاشون خوشمزه است دیگه. صبحتان صبحونه نخوریم که بعد از اون بریم نهار بخوریم و اینکه همین بریم بخوابیم دیگه. خیلی سلام. از تقریبا روز آخر یا یه روز مونده به روز آخر دیگه، ساعت نزدیک 10 خوردیم. پاشیم آماده شیم بریم نهار بخوریم. نگم از خوشگلی 3000 با اون مهار شب آخر حساب میشه. فردا صبح میخوایم راه بیافتیم. گفتیم قبل اینکه راه بیافتیم یه جکوزی بیایم و دیگه بعدش بریم چمدونا رو جمع کنیم که فردا صبح احتمالا راه بیافتیم که دیگه بریم سمت شیراز. واقعا تو این هوای بارونی به نظرم خیلی باید که روز آخر بودیم و داریم برمیگردیم. دیشب وسایل رو جمع کردیم دیگه مستراحت کردیم، خوابیم که روشنا رو تحویل بدیم. بعد دیگه خیلی گشنم، نار نخورده بودیم. الان ساعت 7 اینا باشه، بعد هوا خیلی سرده.